سه تا نماز زندگی انسان را تغییر میده. اول نماز تهجد هست، نمازی که در سیوم حصه شب ادا می شود. وقتی هست که بنده میخواه نماز بخونه، الله متعال با آسمان دنیا میآید و صدا میکنه. الله صدا میکنه، میگه آیا کسی هست گناه داشته باشه گناهش ببخشم؟ آیا کسی هست که مشکلی داشته باشه مشکلش حل بکنم؟ سبحان الله. آیا کسی هست که سوالی داشته باشه ما برش حل بکنم؟ الله صدا میکنه. خاص میگه لایق شأن خودش است، با آسمان دنیا میآید، به خاطر من و تو میآید. به الله قسم اگر نماز تهجد را واقعانه خالصانه و صادقانه بخوانیم، هر چی از الله متعال بخواهیم، مطمئن هستم که الله متعال براتون میده، چون وعده الهی هست. دومین نمازی که زندگی انسان را تغییر میده نماز توبه هست که تمام گناه های انسان را الله میبخشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید هیچ بنده گناه نمیکنه مگر اینکه وضو میگیره، 2 رکعت نماز توبه میخوانه، بعد از 2 رکعت از الله استغفار میخواه مگر اینکه الله حتما میبخشش. این نماز توبه زندگی انسان را تغییر میده، انسان ناپاک را پاک میسازه، دروازه هست برای بخشش گناه ها. سوم نماز استخاره هست، مشوره کردن با الله متعال. در بعضی امور شما متردد میشوین، 2 راه براتون میآید، کدامش انتخاب میکنین؟ حیران میمانین، با انسان ها مشوره میکنین اما قلبتون مطمئن نیست. برخیزین شب 2 رکعت نماز بخونین، بعد از او استخاره بکنین، دعای استخاره را بخونین، با الله مشوره بکنین. یا الله اگر این کار به خیر است برام نصیب بکن، اگر به بدی است برام نصیب نکن. بعد الله متعال زندگیت را متحول میسازه، راه درست برات نشان میده.